روز 12 مارت قصر سفید زهرالودشوی سابق جاسوس روسیه سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا را که در خاک بریتانیا به واسطه زهر نظامی فلج کننده عصب به وقوع پیوسته است محکوم کرد. ببینید، ما این حادثه را به طور جدی پیگیری میکنیم. استفاده ماده کشنده بر ضد شهروند بریتانیا در خاک این کشور بی‌حرمتی است. حمله عملی بی‌ملاحظه، نامناسب و بی‌مسئولیتانه است. ما حمله را کاملا محکوم کرده از قربانی ها، نزدیکان آنها و حکومت بریتانیا پشتیبانی میکنیم. ما با نزدیکترین متفقمون که روابط خاص داریم همراه هستیم. اظهارات قصر سفید بعد از پیام سروزیر بریتانیا ترزا می نشر شد. اثنای سخنرانی در پارلمانت بریتانیا می گفت به احتمال زیاد مسئولیت زهرآلودکنی اسکریپال و دخترش در شهر سالیبری بریتانیا بر دوش مسکو است. حالا واضح است که جناب اسکریپال و دخترش توسط گاز نظامی فلج کننده عصب زهرآلود گشت که در روسیه تولید شده است. آن را با نام نویچوک میشناسند. بر پایه تحقیقات مثبت آزمایشگاه علوم و فناوری‌های مدافع واقع در پورتونداو ما می‌دانیم که در گذشته روسیه این گاز را تولید کرده بود و حالا هم چنین امکانات دارد. با نظر داشته آن که دولت روسیه در گذشته کشتارها را سرپرستی کرده است و به عقیده حکومت بریتانیا روسیه بعضی فراریان را همچون هدف ارزیابی می‌کند، ما به همین خلاصه آمدیم که به احتمال زیاد روسیه مسئول حمله به سرگئی و یولیا اسکریپال است. وزارت کارهای خارجی روسیه فوراً به اظهارات سروزیر بریتانیا عکس‌العمل نشان داد و آن را نمایش سیرک و معرکه تبلیغاتی بر ضد روسیه عنوان داد. سرگئی اسکریپال 66 ساله و دختر 33 سالش یولیا روز 4 مارت در حال بیهوشی در خرک یکی از فروشگاه‌های شهر سالیبری یافت شدند و حالا هر دو در شفاخانه هستند.